روسیه در یک سال گذشته در داخل مشق‌های وسیع مقیاس نظامی برگزار کرد و در مرزهایش اسلحه نو گذاشت. قصد کشور برای در کالینینگراد جایگیر کردن موشک‌های اتمی گپ نوی نیست، ولی اعلان نوش در این باره هدفمندانه است. این گفته پیتر التسوف، پروفسور امنیت بین المللی از دانشگاه ملی دفاع آمریکا است. او از طریق اسکایپ با صدای آمریکا صحبت کرد. کرمل می‌خواهد رئیس جمهور نو را بسنجد و زمان گذریش برایش فرصتی بهترین است. در واقع در زمان انتخاب اوباما در سال 2008 عین چیز بود. ناتو اول امسال برای نشان دادن حمایتش در لهستان و کشورهای بالتیک تمرین‌های نظامی برگزار کرد، اما حالا این ترس هست که دونالد ترامپ پرزیدنت منتخب وضع را تغییر می‌دهد. به فکر من ناتو عالی است، ولی باید نوسازی شود و کشورهایی که ما محافظت میکنیم پول دهند. بن کاردین، سناتور آمریکایی، به صدای آمریکا گفت که وکیلان برای منفعت آمریکا و متحدانش در ناتو عمل خواهند کرد. مسئولیت ما راهنمایی است. من امیدوارم پرزیدنت ترامپ از کنگره برای سمتگیری آمریکا جهت حفظ رهبری جهانیش و محافظت ارزش‌های بسیار مهم برای ما رأی هر دو جانب را به دست می‌آورد. لیتوای هممرز با کالینینگراد آرام ننشسته است و برای آمادگی نظامی سعی دارد. به ساکنانش دستورالعمل 75 صحیفه‌ای تقسیم کردند که عملکرد در صورت حمله روسیه را نشان می‌دهد، ولی پیتر یلتسوف حمله روسیه به کشور عضو ناتو را از احتمال دور می‌داند. واقعا در کشورهای بالتیک یگان سبب وجود ندارد که پوتین قسمت یکی از آنها را بگیرد و یا به یکی از آنها حمله کند. ولی میگوید پیتر التسوف مسکو میتواند مداخله در شرق اوکراین را زیادتر کند. او انتظار ندارد که در عهد دونالد ترامپ روسیه و آمریکا بسیار نزدیک شوند، زیرا در هر دو طرف گروه‌های با نفوذی هستند که میخواهند وضع فعلی تغییر نکند.